I give you the spinal cord fusion protocol, and your lives won't be again the same. دکتر سرجیو کاناوارو، جراح مغز و اعصاب ایتالیایی که شاید یکی از کسایی باشه که کاملا استحقاق واژه دانشمند دیوانه رو داره. ایشون میخواد کاری رو به سرانجام برسونه که از نظر خیلیا دیوانگی محضه، عمل پیوند سر. این موضوعی هستش که هر از چندگاهی تو دنیای پزشکی مورد بحث قرار میگیره، اما فعلا غیر ممکنه. کاناوارو یکی از مصمم‌ترین افرادی هستش که روی این موضوع داره کار میکنه و اولین بار هم 10 سال پیش یک کار جنجالی رو هم انجام داد. ایشون حتی به عمل پیوند سر یک بیمار که از گردن به پایین فلج بودم نزدیک شد، اما در اون سالها یه اتفاقی افتاد که پروژه کاملا متوقف و به دست فراموشی سپرده شد. بیمار مورد نظر ما یعنی آقای والری اسپیریدونوف با زنی آشنا و صاحب فرزندی میشه و امید به زندگی این فرد دوباره بهش برمیگرد و از این عمل که به احتمال زیاد خودکشی به نظر میرسید منصرف و پروژه به طور کامل متوقف میشه. ولی اگه فکر میکنی که دکتر کاناوارو بیخیال این قضیه شده، باید بگم که کاملا در اشتباهید. ایشون داره به شدت دنبال فردی میگرده که شرایط لازم برای پیوند رو داشته باشه. این موضوع پیوند سر حداقل در بین عموم مردم مدت‌ها کنار گذاشته شده بود و تا همین اواخر هم زیاد مورد توجه نبود، تا اینکه یک ویدیو در همه جای اینترنت، در لینکدین، اینستاگرام و توییتر وایرال شد و این رو دوباره به سر زبون‌ها انداخت. شاید شما همین ویدیو رو دیده باشید. یک ربات با چندین بازوی جراح عمل پیوند سر رو بی‌عیب و نقص داره انجام میده. این ویدیو میلیون‌ها بار ویو خورده و تعداد افرادی که این تصاویر رو باور کردن و معتقدن در حال حاضر این عمل واقعیه و در آزمایشگاهی در حال انجامه کم نیست. اما واقعیت ماجرا چیه؟ آیا همچین عملی ممکنه؟ ممکنه که یک سر رو به یک بدن و یا یک بدن رو به یک سر پیوند بزنیم؟ امروز می‌خوایم در این ویدیو به امکان داشتن و یا نداشتن و مشکلات اساسی که این عمل داره بپردازیم. دستگاهی که در این ویدیو کاملا انیمیشنی و تخیلی می‌بینید که عمل پیوند سر رو به سرعت داره انجام میده، بهش اسم برین بریج رو دادن. یک کانسپتی از آخرین فناوری‌های رباتیک و هوش مصنوعی. حتی نیویورک پست هم یه گزارشی از برین بریج رو نوشته بود و اون رو یک اختراع مهندسی بیومدیکال دونسته بود. و واقعا هم یه شرکتی در حال برنامه‌ریزی برای انجام پیوند سر در عرض 8 سال آینده است. اما اگر راستی آزمایی این ویدیو رو بخواید، همین اول کار بدونید که وقت رو تلف کنیم، میریم سراغ اصل مطلب و ببینیم که واقعا قضیه این ویدیو از چه قراره. این ویدیو اولین بار توسط محقق یمنی به اسم هاشم القلیل در حساب یوتیوب خودش به اشتراک میذاره. بعد از اون بود که برخی از فرصت استفاده میکنن و با تیترهای جنجالی این رو تو اینترنت منتشر میکنن. جالبتر این که بعد از مدت کوتاهی مشخص میشه شرکتی به اسم برین بریج اصلا ثبت نشده و اصلا از ابتدا چنین طرحی وجود خارجی نداشته. به هر حال تقصیر آقای القلیل هم نیست. علاوه بر این، اگر کوچکترین اطلاعاتی از پیچیدگی آناتومی و پیوند اجزای انسان داشته باشید، احتمالاً میتونید حدس بزنید که این نوع عملهای پیوندی حتی در کوچکترین ارگان‌هایی که پیچیدگی زیادی هم ندارند، باعث بروز مشکلات غیر قابل پیش‌بینی میشن. چه برسه به اینکه این ارگان سر انسان باشه. به هر حال پیوند سر با اینکه در این فیلم مراحلش به ترتیب نشون داده شده، در حال حاضر غیر ممکنه. اما سوال اصلی ما این ویدیو نیست. سوال ما اینه که آیا همچین عملی امکان پذیره؟ آیا نمونه آزمایشاتی در گذشته وجود داشته یا مطالعاتی در این زمینه انجام شده؟ باید بگم که بله، یه جورایی یا آزمایشاتی در گذشته انجام شده، اما تا اونجایی که ما اطلاع داریم هنوز هیچ آزمایشی مربوط به پیوند سر انسان به انسان در گذشته انجام نشده. ببینید دارم میگم که تا اونجایی که ما اطلاع داریم، چون که تقریبا همه میدونیم که آزمایش‌های باور نکردنی در برخی از دوره‌های تاریخ انجام شده که حتی نمیتونیم تصور کنیم که پشت درهای بسته آن دوران چه کارهایی که انجام نشده. اما به طور کلی بله، ما از چند آزمایش که اونم روی حیوانات انجام شده اطلاعاتی داریم و برخی از اونها هم بسته به نوع نگاه موفق هم بودن. مثلا با اینکه کمی متفاوته، ولی آزمایشات سگ دو سر یا آزمایشات ولادیمیر دمیکوف رو در گذشته داریم که برخی از سگ‌ها حتی تونستن برای مدتی زندگی کنن. که اگه تمایل داشتی ویدیویی از آزمایشات ولادیمیر دمیکوف رو در آینده خواهم ساخت. پس اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید، حتما سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید که به محض اینکه ویدیو جدیدی آپلود شد برای شما اطلاع بده.
یا رابرت وایت پزشک دانشگاه هاروارد پیوند سر را بین دو میمون در سال 1971 انجام داد. این یکی از مهمترین و جامع‌ترین آزمایشاتی بود که تاکنون در این زمینه انجام شده. خود رابرت وایت یک جراح مغز و اعصاب بود که بیش از 10,000 عمل جراحی موفق در طول حرفه کاریش انجام داده بود و احتمالاً این تجربه عظیم به او جرأت داده بود تا غیر ممکن‌ها رو امتحان کنه. به گفته وی پیوند سر از نظر تئوری امکان پذیر بود، اما دو مشکل اساسی وجود داشت. مهمترین مسئله این بود که سر جدا شده از بدن اصلی باید در دمای مشخصی باقی بمونه و اکسیژن کافی بهش تامین بشه و البته مشکل سازگاری سر با بدنی که قرار بود پیوند بهش زده بشه هم وجود داشت. حتی اگه آزمایشان نشون میداد که سر با بدن کاملا سازگاره، ولی همیشه ممکن بود یک مشکل اساسی حین عمل پیش بیاد. و خب در نهایت پس از چندین تلاش ناموفق، وایت یک سیستم گردش خون مستقلی رو به طور اختصاصی برای تامین اکسیژن کافی به مغز طراحی کرد و خودش رو برای آخرین تلاش با استفاده از این دستگاه ساختی دست خودش آماده کرد. سخت‌ترین قسمت این عمل ارتباطات نخاعی بود و رابرت وایت باید بدون هیچ اشتباهی این اتصالات نخاعی رو با میلیون‌ها عصب برقرار می‌کرد. او از قبل به میمونی که سرش قرار بود بر بدن یه میمون دیگه قرار بگیره، مهارت‌های قابل سنجشی رو بهش یاد داده بود تا در حین عمل و بعد از عمل پیوند ازشون استفاده بکنه و میزان هوشیاری و موفقیت آمیز بودن یا نبودنش رو بسنجه. و او تونست اون عمل جراحی معروف خودش رو در سال 1971 با اون همه پیچیدگی و در 18 ساعت به طور کامل بدون مشکل به پایان برسونه. میمون بعد از 3 روز هوشیاری خودش رو پیدا کرد و بیدار شد. در تمامی آزمایشاتی که انجام شده بود، میمون تستای بویایی، لامسه، درد رو با موفقیت پشت سر گذاشت. به تعبیری عمل پیوند سر موفقیت آمیز بود. اما خب همونطور که انتظار میرفت، متاسفانه میمون در عرض چند روز جان خودش رو از دست داد و پس از این جراحی بود که چنین آزمایشایی به دلیل قوانین اخلاقی کنار گذاشته شدند. با این حال اگرچه ممکنه این آزمایشات برای برخی از ما جنایت و بیرحمی به نظر برسه، ولی برای بسیاری از افرادی که در جهان فلج هستند در حال حاضر علاقه زیادی به این موضوع نشون میدن و این گونه آزمایش‌ها رو یک امیدی برای راه رفتن، دویدن و یک فرصت دوباره برای زندگی میدونن. از طرف دیگه کسانی هم هستن که اعتقاد دارن این عمل پیوند سر چندان منطقی نیست. این تئوری میگه که برای حفظ مغز نیازی به بدن نیست. در عوض تا زمانی که مغز زنده است میشه اون رو با ایمپلنت‌های عصبی در دستگاه‌های مصنوعی قلب و ریه زنده نگه داریم و صبر کنیم در آینده راه‌حل‌های بسیار بی‌خطر و ارزان‌تر تولید بشه. در واقع بعدش اگر روزی بتونیم به طور کامل درک کنیم که مغزمون چگونه کار میکنه، اون رو به محیط کامپیوتر منتقل کنیم. یعنی مغز رو به شکل یک فایل در بیاریم. بر طبق این تئوری میتونیم فناوری‌هایی توسعه دهیم که در اون ذهن خود رو در حافظه رایانه بارگذاری کنیم و آگاهی ما میتونه برای همیشه به شکلی بدون جسم زنده بمونه. به عبارت دیگه اگر ذهن ما بتونه یک پارچگی داشته باشه که مستقل از این بدن فانی به زندگی خودش ادامه بده، ما به بدن، جمجمه و در نتیجه مغز خود نیازی نداریم. البته خب این تئوری یه مشکلات اساسی رو هم داره. چون حتی اگه بخوای معماری مغزمون رو به کامپیوتر منتقل کنیم، تقریباً به فضای نزدیک به 20,000 ترابایت حافظه نیاز داریم. ولی خب بیاین فرض کنیم که تونستیم این اطلاعات عظیم رو به یه شکلی به یک حافظه 20,000 ترابایتی منتقل بکنیم. این اطلاعات عظیم رو با چه ترکیبی و با چه معیار و تراکمی باید سرهم بکنیم تا کار بکنه؟ علاوه بر اون باید اجزای تشکیل دهنده شخصیت و منیت رو هم کپی بکنیم که خودش داستانا داره. پس فعلا تکنولوژی لازم برای اینکه این همه کار رو برای ما انجام بده بسیار از ما دور به نظر میرسه، چون که ما هنوز نمیدونیم ذهنمون و مغزمون چگونه به این شکل کار میکنه، چه برسه که بخوایم ازش کپی برداری کنیم. دلیل دیگه این که پیوند سر رو به طور بالقوه ترسناک میکنه اینه که نمیدونیم واکنش مغزمون بعد از پیوند چجوری خواهد بود و ما باید انتظار چی رو داشته باشیم. مغز شما اطلاعاتی رو از هر قسمت از بدنمون دریافت میکنه، خواه از آن آگاه باشید یا نه. برای مثال وقتی لوزالمعده هورمونی ترشح میکنه،
معده منقبض میشه یا ماهیچه‌ها حرکت میکنن، مغز همه اینا رو میدونه. همه این اطلاعات دریافتی عموما به عنوان پروپریوسپشن نامیده میشن. به این معنی که مغز شما میدونه بدن شما کجا قرار داره و نه تنها از اندام‌ها و تنه شما، بلکه از موقعیت‌ها، اندازه‌ها و شکل اندام‌های شما نیز یک آگاهی مبهمی داره. و اگه ناگهان همه چیزهایی که قبلا باهاش در ارتباط بوده یهو تغییر بکنه، مغز چه واکنشی بهش نشون میده؟ آیا با خودش میگه که من کجام؟ اینجا کجاست؟ میگه یا بهش شوک وارد میشه؟ استخوان‌ها، ماهیچه‌ها، رباط‌ها، تاندون‌ها، اندام‌ها، پوست، غدد، انگشتان دست، انگشتان پا، همه چیز در بدن جدید متفاوت خواهد بود. اما این رو هم میدونیم که مغز توانایی انتباه با موقعیت‌های باورنکردنی رو هم داره. ما این رو نوروپلاستیسیتی یا انعطاف پذیری عصبی مینامیم. اما اینجا در مورد پیوند سر حرف میزنیم، یعنی یک تغییر ناگهانی در کل وجود انسان. و واقعا نمیدونیم این شخصیتی که در مغز وجود داره چقدر وابسته به بدن حال حاضرمونه. به غیر از این که دست‌ها یا پاهای ما قادر به انجام چه فرآیندهای عصبی پیچیده‌ای هستند، اما نمیدونیم اگه به طور ناگهانی یک سیستم گوارشی، تنفسی، تولید مثل و قلبی عروقی شخص دیگه‌ای مواجه بشیم، ادراک آگاهانه ما چگونه تغییر میکنه. مثلا همین اواخر هم دانشمندان کشف کردن که سلول‌های بدن مانند مغز حافظه دارن. یعنی علاوه بر این که مغز اطلاعات رو در خودش ذخیره میکنه، هر سلولی به طور اختصاصی بخشی از اطلاعات رو در خودش ذخیره میکنه. به طور خلاصه پیوند سر در این مرحله ممکن به نظر نمیرسه تا زمانی که راهی برای اتصال مغز به سایر اجزای بدن پیدا بشه. باید توجه کنیم که مسئله فقط رفع یک نخاع قطع شده نیست، بلکه باید اعصاب حیاتی متصل به مغز، اعصابی که عملکردهایی مانند بلع، ضربان قلب، تنفس و گفتار رو کنترل میکنن رو دوباره به نواحی مهم بدن متصل کنیم. این بسیار فراتر از ظرفیت علم پزشکی فعلیه. درست نیست که مردم رو فقط به مغزشون محدود کنیم. انسان ماشینی که با ترکیبی از تمام سیستماش به طور هماهنگ کار میکنه. چیزی که ما قطعا میدونیم اینه که هیچ کس تا به حال نتونسته مرگ رو شکست بده. اما این ذهنیت هم باعث نشده که برخی از مردم دنبال جاودانگی یا حداقل راههایی برای داشتن یک زندگی فوق‌العاده طولانی نباشه. علم و فناوری حداقل میانگین طول عمر انسان رو در مقایسه با تمام دوره‌های قبلی تاریخ به طور قابل توجهی افزایش داده. جلوگیری از زوال سلولی در طول زمان یا مرگ بر اثر پیری فعلا ممکن به نظر نمیرسه. امروز چیزهایی رو داریم که افرادی که تنها 150 سال پیش زندگی می‌کردند حتی تصور این که بتونیم با چند بار لمس صفحه نمایش یک دستگاهی با کسی در آن سوی دنیا فوراً ارتباط برقرار کنیم نداشتند. چیزی که الان برای ما در زندگی روزمره بسیار عادیه، تو چند سال پیش غیر ممکن به نظر می‌رسید. با توجه به اینکه علم و فناوری با سرعت عجیبی در حال توسعه هستش، آیا فکر نمی‌کنید که 150 سال بعد ممکنه تحولاتی که امروز حتی جرأت فکر کردن به اون رو نداریم چیزهایی بسیار عادی و روزمره باشند؟ مثل همین پیوند سر. منتظر نظراتتون زیر همین ویدیو هستم. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. تا یک ویدیوی دیگه از کانال علماش، بدرود.